متاسفانه هرچی صدات زدیم بیدار نشدی. تو آخرین مسافر متروی تهران به گلشهر بودی، ولی خوابوندی، چشماتو دیر باز کردی، آخرین ایستگاه رو رد کردی. مترو دیگه نمیسته، فقط به مسیرش ادامه میده. حالا دیگه توی یه مسیر معمولی نیستی. برای اینکه تا فردا صبح زنده بمونی باید این قوانینی که بهت میگم رو رعایت کنی. قانون اول، اگه روی صندلی روبروت یه کیف دیدی ولی هیچ کس اونجا ننشسته بود، نگاهش نکن، حتی لمسش هم نکن. اون کیف مسافریه که تو نمیبینیش. اگه بهش دست بزنی دیگه هیچ وقت نمیتونی از این قطار پیاده بشی. قانون دوم، اگه صدای راننده رو از بلندگو شنیدی که اسم تو صدا زد، هرگز سرت رو بالا نیاری. چشماتو ببند تا 5 دقیقه نفس عمیق بکش. راننده این قطار انسان نیست، چیزیه که داره دنبال تو میگرده. امیدوارم پیدات نکنه. قانون سوم، اگه دختر بچه دست فروش دیدی که ازت میخواد تا آدامس بخری، حتما یه بسته ازش بخر. اون روح دختری که سالها پیش مثل تو آخرین مسافر مترو بود و یادش رفته بود پیاده بشه. بهتر عصبانیش نکنی و حرفاشو گوش کنی. قانون چهارم، اگه قطار ناگهان نگه داشت و گفت ایستگاه گلشهر، به هیچ عنوان پیاده نشو. اونجا گلشهر نیست. اونا دارن سعی میکنن تو رو از قطار خارج کنن، اما نه به مقصدی که تو میخوای، بلکه به مقصدی که خودشون انتخاب کردن. اگه پیاده بشی کارت تمومه. اگه سوالی داشتی فالو کن. موفق باشی.